حال مردم واسه چی میدی پایین شلوار دوباره اینها حرسش گرفته بعد تو خارج مثلا چون که یه ذره آزادیه مثلا خیلی چیز مهمی نیست. بله اینا هم دیگه مثلا مثل ایران نیستن که بزن بکش تو بکنن که همین مثلا مثل این یه شلوار میده پایین و اینو بعد سلام آب آور میخوری؟ نمیخوری خب نخور خودم چندش سلام به تمام شما گل‌های نشسته در خانه اسم بنده گرپینگ و این ویدیو خیلی 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 خوش اومدید. من تو این کانال ویدیوهایی درباره ریاکت گیم چالش و همه چی میذارم دیگه هر چیزی و اگه دوست دارید ویدیو رو از دست ندید و اگه از ویدیو خوشتون میاد حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. اگه ویدیوهای من رو لایک کنید و من انرژی بدید تا ویدیوهای جدیدم رو بهتر بسازیم. آقا ما امروز اومدیم بریم سراغ اتفاقات خنده‌دار و عجیب افتاده در فیتیبول. فیتیبول یک مسابقه جدیده به نام فیتیبول. فوتبال فوتبال کردم خب بریم ببینیم چه اتفاقات خنده‌داری افتاده چه اتفاقات عجیبی افتاده. یعنی هم اتفاق خنده‌دار افتاده هم عجیب هم باحال و هر چیزی که فکر کنید. خب بریم این ویدیو رو ببینیم ولی قبلش اگر ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید کامنت این بسیارتون نره که اگه ساب کردید کانال من بدبختو سابتون نپره و کامنت بذارید تو کامنت ها بنویسید که من پارت دومش رو بذارم یا نذارم. اوکی بریم سراغ ویدیو. حالا قبلش شدم یه حیات چیزی آب میخورم بیا اینو بخور. حالا یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل حاجی اونا رو داشتم مصاحبه میکردی لهشون کردن این بدبخت رو همچین میز چی به چوخ سگ مادر پدر رفت. بدبخت رو چیکار کردید بابا میز رو چیکار کردید آخه بابا یه گل زدید دیگه تو جام جهانی آسیا اروپا و جام جهانی هم این گل بزنن برنده جام جهانی میشه اینجوری اسکول بازی در نمیارن. این بدبختا رو پیدا کردن دیگه گفتم انرژی رو سر اینا خالی کنن دیگه. باشی این یکی رو نگاه چه مست کردم به بنده. این گرفت دیگه. بعضی وقتا دیگه آدم تو فوتبال دیگه هیچ راهی دیگه پیدا نمیکنه که نذاره حریفش گل بزنه مجبور میشه از روش‌های فیزیکی استفاده کنه. حالا بعضیا اینجوری بعضی هم بشه یک های دیگه. اینم بنده خودم دیگه و همین شکل اونو بگیره که بگه آقا تو رو خدا نزن یه دفعه گل نزن تو رو جان مادر یه دفعه گل نزن. این هم داره دیگه واقعا هم کارآمده به درد میخوره باید کرد. What? چپ چجوری به هم گیری چپ پشمان. اتفاق عجیبی که میگفتم این بود. اتفاقات عجیب این بود. داور خود درگیری داره. من یه ملق دیگه بدم زن. این دیگه از انرژی زیاد دیگه اومد یه ملق بزنه چوز شد. رفتی بزنی حاجی هیکل رو ببین. این اینقدر پشما گناه داشت بنده خدا چرا میزنی؟ چی کار کرد؟ پاشو گذاشت رو کفشمون یکی هم کله این به چوخ رفت هم پای اون هر دوتاشون هم خوابیدن زمین. همین چرمیزان اینا چرمیزان این گفت اون آفرین کار خیر اندیش.
چه روزگاری شد. رفت تو چی؟ پشمون چی بود؟ یکی هم رفت، همه رفتن. آجی مشکل داری، خب مثل آدم بده دیگه، خود درگیر رو من اینجوری هرچه اون نمیتونم دیگه. داوران فلج شدن. What the fuck? شروال مردم واسه چی میدون های شروال داور اینها هرسش گرفته، بعد تو خارج مثلا چون که یه ذره آزادیه مثلا خیلی چیز مهمی نیست. بله. این هم دیگه مثلا مثل ایران نیستن که بزن بکش تو بکنن که همین مثلا مثل این یه شروال میده پایین و اینو بر شروال داور خودی چی میشه با یه کارت زرد هم بشه جانم همین شروال داد پایین رو الان تو ایران بود داوره یه هیچ دیگه یه داور خود درگیری اینجا چرا همه داوراشون خود درگیری دارن همه داورشون یکی میخواد پرچم بیاره بالا درگیری داره یکی نمیتونه راه بره این بدبخت نمیتونه یه توپ شوت کنه زمین رو کند نگاه زمین کنده کارتی شد آجوی یه کارتی افتاد میدونی سرا چون قسمت نیست وقتی نیست قسمت نباشه دیگه اون کارت هم خودش دیگه اصلا قسمت نبوده این میاد بالا دیگه قسمت نیست میفته پایین میاد بالا آخر سرم دیگه آخر سرم کارت بیشتر ولی قسمت نبود داورش رو کفشش ریخته این ناراحت شد چه داوری بود این داوره مثل که من مشید این کفشش ریخت این دیگه داور مثلا مثل ایران بود الان میگفت نه اشکال نداره این داورها قشنگ یکی شلوار میکشه پایین یکم مثل این اینجوری میگه مثلا میگه چرا نکن آخه فهمیدی به شکل عملی برای توضیح دادم دیگه از این بهتر چی میخوای رونالدو زشت نمیده اداهایی ادا هم در میاره رونالدو هم این کارا میکنه اینم باسی شد اینم شد همون بحث آلی شلوارش از پیش در میومد اینم شد همون بحث دیگه وقتی هیچ راهی نمیکنن که نذارن حریف گل بزنه دیگه مجبور میشن دست به شلوار بازیکن میشن دست به شلوار میشن تو رو خدا به این شلوار تو رو خدا گل نزن دست به دامن نمیشن دست به شورتک میشن وا دروازه‌بان واسه چی گرفتی سگ تو حال شد سگ وات خب حاجی چرا روبرو سگ داره میدوه عقبی داره میدوه خب هنوز سگ بپره میگه چیزمان تو این داستان تو میکنه از جا دیگه اینوری بود حداقل جای دیگه رو گاز بگیره سگ هم با بازی بود این مربی بود الان واقعا والا مربی های ایران بهتر از این هم به قرآن یه توپ رو نمیتونه شوت کنه واقعا عجیبه وات این زمین خیس بود چرا همه میخوردن زمین انگار یه آب میزد بیرون همه گله اینا شتخور همه نه این گله کی شده این که گله گوره خرها همه پخش زمین شدن جالو جلوی این یارو اسمش اسم بوده بابا یادم رفت نیست جلو همین یارو دارن چیز انجام میدن رقص کردی این مگه رقص کردی نیست خارجی هم دارن این رقص افتادیم بیش کمک کرد باشه چیکار دارن میکنن داورا چرا انداخت زمین با یه دونه مش پرش زمین شد بعد خوب زایی شد
چی؟ اومد بغلش کنه پرد شد اون برای سه. اوه زد تو ببین چیزامان این بودا چیزامان یارو به چخ رفت دیگه با بچه‌ت بازی کنی دیگه بدون بچه باید به ادامه زندگی تو بری. توپش من این توپا بود یعنی این توپای گنده بود که این گنده که این توپای چلتی که ملتی بود که بخوره دیگه هیچ واسط نمیاد. ببین اینم یک نوع دیگه از چی بود این بود نظر حریف گل بزنه. حالا اون قبلی دست به شورتک میشونه سوار بر کول شده این سوار کول شده نرو تو رو خدا. خب میخواد خوشحالی هم مثل آدم خوشحالی کنید چقدر چلمنگید شما. حالا بازی کنه ایرانی با اینکه حالا یه ذره هستن انقدر چلمنگ نیستن یا انقدر چلمنگ وات حاجی چرا اینجوری میکنید؟ من کلاس اولی نیزی یا من پلیکی افتادم سر هیچ چیزی دوام چه نه واسه منه بده من یار پرچم در اومد خودی زد به خودش دستش گرفته بود. چی شد؟ موهاشو گرفت. موی بلند اینا تو فوتبال موی بلند رو درد نمیخوره. برکلا یارو اومد به پشتش اینجوری از پشتش آورد کله ملقه زد اینجوری. فکر کنم در طی این کله ملقه 4-5 تا بچه مرده شد. فکر میکنم حالا مطمئن نیستم شاید هم باشه. حاجی میگم ملق کلش چسبید به این مثلا این کلش چسبید به اینجا یارو بعد اینجوری چرخیدن شد این همدیگه رو بغل کرد. پایان خوش اینا چه میپره با کلش چه چیزی های کله ملق قشنگ خاله های امروز من خیلی عملی توضیح میدم. گفتم عملی توضیح بدم بهتر یاد میگیرید برای همون گفتم عملی توضیح بدم که بهتر باشه. خاله های یارو تو فوتبال خارجی خیلی حس میکنم چقدر بازی دارم میاد. من یه مدرسه هست شده مدرسه میخواستیم بزنیم آخرش هم اینو اسکورا زد بیرون. دقیقا اینجوری میکنی بزن تو گل آخر. خب خیلی ممنون از اینکه تا اینجا ویدیوی من تماشا کردید و خیلی از شما عزیزان ممنونم و اگه دوست دارید ویدیوهای بعدی من را هم از دست ندهید لطفا چون اینجوری حرف میزنم و گزارش خبر بدم و اگه میخواید ویدیوی من از دست ندید حتما این کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید و اگه از این ویدیو هم خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید تا به من انرژی بدید و من را استوار کنید در عرصه خودم. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا حافظ. آب تو مایه حیات مایی ای آب تو نباشی که باشد ای آب نکن با ما چنین ای آب منی تو آب مواظب آبهای من باشیم در این روزها آب بازی نکنیم.